سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. بریم که امشب با هم دیگه یه کوکی رژیمی فوق‌العاده خوشمزه و مقوی رو درست کنیم. نگم از مزه فوق‌العاده‌اش. در ابتدا ارده، شیره انگور رو به خوبی با هم دیگه میکس میکنیم. حالا کمی وانیل، جوش شیرین و نمک رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم. پودر بادوم درختی بهش اضافه میکنیم و به خوبی هم میزنیم. اجازه میدیم نیم ساعت استراحت کنه. وقتی استراحتش تموم شد به گوله های اندازه هایی که دوست داریم تقسیم میکنیم و توی کنجد میغلطونیم و روی کاغذ روغنی میذاریم. میره داخل فر. اینم از کوکی های فوق العاده خوشمزه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین.